گرفت، سختش گرفت. غلام کو بگو. گفت که پادشاه سوال داده است. گفت چی سوال؟ گفت 3 سوال است. خدا چی میخره؟ خدا چی میپوشه؟ خدا چیکار میکنه؟ گفت نمیدونی خدا چی میپوشه؟ گفت نمیدونم. گفت من میدونم. غلام گفت چی میپوشه خدا؟ گفت خدا ستار العیوب است، از عیب بنده میپوشه. عیب ما و توی گناهگار میپوشه. گفت در خاکای پات بکشم غلام، تو غلام نیستی، تو پادشاهی. عجب مشکلی مرا آسان کردی. دوم سوالش میدانی؟ گفت دوم سوال بگو. خدا چی میخره؟ گفت میدانم چی میخره. گفت چی میخره خدا؟ خدا غم بنده میخره. خدا غم بنده میخره. بنده من چرا از من دور هستی؟ خدا غم این میخره که چرا بنده من از درگاه من دور است؟ چرا بنده من گناهگار است؟ گناه میکنه بنده من تو را دوست میدارم. حدیث قدسی است: انی لک محب